یک درد جامعه هست. کمی دخترک بزرگ شد از 23-24 اگر سینش بالا شد به هر خری که نزد خانه خواستگار می آید من چی کار کنم؟ طلاق گیرم گناهگار می شوم. کی میگوید طلاق گیری گناهگار می شوی؟ زندگی وقتی عصبی می شود زمین و آسمان رو فرق نمی کند و تا مردن زنی خود را لط و کوب می کند. با مادرت جنگ کردم طلاق مرا ده، خواهرت مرا چنین گفته طلاق مرا ده، به من کرته نخریدی طلاق مرا ده. انا این گونه زنی که میگوید مردی من نماز نمیخواند و میگوید من راضی نیستم تو داخل جنت نمیشوی. خواهرانی هستند که میگویند شوهر من بر علا مشغول زنا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمامی همزبانانی که بنده رو میبینید و میشنوید، امروز به نزد شما باز با یکی از موضوعهای مهم حیاتی آمدم. آن هم موضوعی که درباره شوهر عرقخور یا شوهر زناگر یا عموما شوهرایی که به قمار و دیگر گناههای کبیره دست میزنند، درباره احوال زنهای آنها میباشد. درباره احوال زنهای آنها اینجا زیاد خواهرها سوال میکنند که من چی کار کنم؟ شوهر من همیشه عرق می نوشد، شوهر من حتی دست به مواد مخدر می زند، شوهر من اخلاقی اینقدر بد دارد که به کمترین بهانه مرا لطکوب می کند که من بارها به سبب لطکوب شوهرم به بیماری های جدی گرفتار شدم و حتی در بیمارستان بستری شدم. و این چنین خواهرانی هستند که میگویند شوهر من بر علا مشغول زنا هست، بر علا هیچ جای ترسی از کسی ندارد و اگر من به او گفتم که این کارت را بس کن میگوید درهای من باز است، میخواهی از من طلاق گیر، میخواهی همان گونه که هستم قبولش کن. پس ما چی کار کنیم؟ چگونه با این گونه شوهر ما زندگی کنیم؟ پیش از همه خواهرانی که دیده و دانسته با یک مرد عرقخور ازدواج میکنند، یا پدرانی که دیده و دانسته با یک مرد زناگری بد اخلاق دختر خود را میدهند، یا خواهرانی که نه من الکی 25 ساله 26 ساله شدم، یا نه الکی من 30 ساله شدم، هر کی باشد هر چی باشد باید من ازدواج کنم گویان با یک نفری بیماری که دیگر بدون مواد مخدر زندگی کردن نمیتواند یا بدون گناه های دیگر زندگی کردن نمیتواند با او ازدواج میکنند. به جز خودتان کسی را ملامت نکنید، به جز خودتان کسی را ملامت نکنید، برای آنکه خودتان هستید که راضی شدید با این گونه مرد ازدواج کنید. یعنی اینجا یک بیماری هست یا میگویم یک درد جامعه هست. کمی دخترک بزرگ شد از 23-24 اگر سینش بالا شد به هر خری که نزد خانه خواستگار می آید به او دختر خود را می دهند. دخترکی بیچاره با خود نمازخوان است، صدردار است، اهل اصلاح و اهل تقوا هست، با یک مرد تماما از دین بیخبر و بد اخلاق ازدواج میکند. سبب چی است؟ نه سن سال من رفته است، همسنفان من ازدواج کردن، من باید ازدواج کنم. بعد از این میبینید که احوال این بیچاره چی میشود. بعد از این میبینید که کمی نگذشته یا گمان خودکشی یا گمان گریخته رفتن یا عموما زندگیش به زهر مرگ تبدیل میشود. انا اینجاست که در ما حدیث در ابو داود است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی به نزد دختر شما خواستگار آمد که ترضون دینه و خلقه، شما دین او را پسند کردید و اخلاق او را، یعنی هم دیندار است هم خوش اخلاق است، اخلاق خوب دارد. برای آنکه بعضا می شود که یک انسان شکلش دیندار است اما خیلی بد اخلاق است، چون دین فقط در ظاهر او هست، در قلب او هیچ اثری ندارد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی مرد آمد که شما دین او را و اخلاق او را پسند کردید، برایتون خیلی و خیلی اخلاق او و دین او پسند آمد، دختر خود را به او دهید. می توانید دختر خود را، خواهر خود را به او دهید. ببینید، پس در ما مسئله اساسی در مسئله ازدواج دین و اخلاق است. مردی که اخلاق دارد و دین ندارد هیچ است. عکسش هم مردی که دیندار است، یعنی ظاهرش دیندار می نماید اما همچون یک عصبی، همچون یک نفری که از رنجانیدن مردم یا از حرام خوردن نمیترسد میشناسند، با او دختر خود را ندهید، با او ازدواج نکنید. اگرچه سن سالتان به 40 رود، برای آنکه
زنهایی که با این گونه مردها ازدواج میکنند میبینید که چقدر حیات تلخ میبینند و بعدا میگوید کاش من تمام عمر طعنه برادر و کلین و خانواده خود رو میچشیدم و صبر میکردم از اینکه با این گونه یک بد اخلاق ازدواج کنم که دیگر مرا تا به خودکشی می آورد. پس مسئله هست که اینجا زیاد خواهران حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ایوم امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غیر بأس حرمت علیه رائحة الجنه، هر زنی که از شوهرش طلب طلاق میکند بدون هیچ سبب یا با سبب های کوچک گوییم، اگر ترجمه یا گفتیم معنی خوبتر شود، برای او حتی بوی جنت حرام است. یعنی این حدیث رو گرفته که گویا که طلب طلاق کردی بوی جنت حرام است، فقط به گوش زیادی ها رسیده است. میگویند من به خاطر الله به شوهری که شب و روز عرق می نوشد، به شوهری که حتی پول مال فرزند خود رو میدوزد و برده به یک زنهای فاحشه و بیراه صرف میکند، به شوهری که بدون مواد مخدر ایستاده نمیتواند، من به خاطر الله با او زندگی میکنم، من به خاطر خدا زندگی کرده صبر کرده ایستادم. چرا به خاطر خدا؟ میگویند اینجا طلب طلاق گناه است. خواهر عزیز من، طلب طلاق زمانی گناه است که بدون هیچ سبب به خاطر یک جنگ و جنجال های کوچک اویلوی مرا سرده طلاقم را ده میگویی. انا این گونه زنها که در حقیقت زیاد هستند و درباره‌شان ان شاء الله صحبت میکنیم، موافق این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بوی جنت را نمیبینند. جنت کجا است؟ زنی که به هر یک سبب های کوچک، با یک جنجال های اویلوی که در همه خانه ها هست، به هر یک کمبودی های شوهر که در همه مردها تقریبا دیده می شود، میگوید طلاق مرا ده، با مادرت جنگ کردم طلاق مرا ده، خواهرت مرا چنین گفته طلاق مرا ده، به من کرته نخریدی طلاق مرا ده. انا این گونه زنها بوی جنت را نمیبینند. اما زنی که شوهرش چه خیلی گفته ایستادم بر علا در گناه کبیره است، توبه کردنی هم نیست، جدا ضررهای خود را به زن خود میرساند، به فرزندان خود میرساند، از او طلب طلاق کرده گناهگار نمیشوی. برای که اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فی غیر ما بأس، بدون هیچ سبب یا اینکه سبب های کوچک. در شرح حدیث علما میگویند سبب های کوچک در همه خانواده هست، اما شوهری که اینقدر بد اخلاق است یا اینقدر عصبی هست که درجه عصبانیت او مثل بیماری های روانی هست، وقتی عصبی می شود زمین و آسمان را فرق نمی کند و تا مردن زن خود را لطکوب می کند یا کلتک می زند، یا فرزندان خود را همیشه با شرطه و شرلاق در زیر تازیانه قرار می دهد، یا مردی که دزدی میکند یا مردی که قمارباز است. وای بر حال خواهرانی که سطر دارید با شوهر قمارباز زندگی میکنید. تمامی کنکورس گفته امروز میبرآوردگی ها، تمامی بلیت فروش هایی که شما بلیت میخرید بعدن 1 نفر یا 10 نفر ماشین میگیرند یا اینکه خانه میگیرند، اینها همان قمار حرام است که الله میگوید انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان. عرق نوشیدن، تمام نمودهای بت پرستی، تمام نمودی فالبینی، تمام نمودی عرق نوشی و این چنین قمارها پلیدی های شیطان است. فاجتنبوه، از اینها دور باشید تا اینکه رستگار باشید. یعنی با مردی که مشغول قمار است و توبه کردنی نیست، به خاطر الله با او زندگی میکنم نگو. تو به خاطر الله نه، به خاطر خود زندگی داری. بعضی خواهرها میگویند چی کار کنم؟ من 4 فرزند دارم یا الکی 3 فرزند دارم، من به خاطر فرزندها زندگی میکنم که بی پدر بزرگ نشوند. خواهران عزیزم، پدری که عموما پروای فرزند ندارد، پدری که مال فرزند رو میدزدد، پدری که در نزد فرزندها زنی خود رو یا مادر فرزندان رو لطکوب میکند، دشنام میکند، تهمت به زنا میکند، عموما کلی مصیبتی که یک دشمن حتی بالای 1 نفر نمی آورد، این گونه پدری که می آورد او چگونه میتواند پدری کند؟ این اصلا لایق پدر نیست. با از این گونه با پدرهای عرق نوش و زناگری بر علاوه و دیگر مواد مخدر استعمال میکرده و قمارباز یا اینکه عموما با دیگر گناههای کبیره مشغول می شده، با پدر بزرگ شدن بهترش به پدر فرزند بزرگ شود، وگرنه اخلاق پدر خواه و ناخواه به فرزند تاثیر می کند. آره هستند بعضی کودکانی که در رحمت پروردگار هستند که با وجودی بد اخلاقی پدر باز هم فرزندی نکوکار بزرگ می شوند، اما خیلی کم هستند. اکثریت فرزندها از پی پدر می روند.
چیزی که پدر کرد برایشان عادی می نماید. دیگر آنها جای ترس ندارند. پدرم این گونه بود و زندگی کرد، ما نمردیم، فرزند من هم نمی میرد. همین گونه شعار دارند. برای همین به خاطر کسی که هر زنی که میگوید من به خاطر خدا با شوهر گناهگار، شوهری که حتی شوهری که زنا رو حلال میداند، عرق خوری رو حلال میداند، مواد مخدر رو حلال میداند، این گونه شوهرها از روی شریعت مسلمان نیست. کسی که بر علا اون چیزی که الله حرام میکند و حلال میگوید اون مسلمان نیست. با این گونه شوهر چگونه به خاطر خدا زندگی میکنی؟ کسی که دشمن خدا هست، کسی که دشمن خدا هست. به خاطر خدا به شوهر زندگی میکنیم که کم بغل است، اما از اینکه از دستش مثلا مثل دیگر مردها کار نمی آید، یا به سبب شرایط، یا به سبب بیماری، یا به سبب های خاص دیگر، به خاطر الله صبر میکنیم که انسانی با اخلاق از خدا ترس است اما دستش کم است، یعنی کم بغل است. یا یک مردی که بیمار است، از الله میترسد اما بیماری دارد، میگیم به خاطر الله بیمار باشد هم زندگی میکنم. یا اینکه مرد خوب است اما بعضا عصبانی میشود و از حد میگذرد، که این گونه عصبانیت در زیاد مردها هست، میگیم به خاطر الله چون اخلاق های خوب زیادی دیگر دارد من صبر میکنم. اینجا البته اجر میگیرید، اما به خاطر الله به مردی که کلی حیاتش گناه است، کلی حیاتش اذیت زن و فرزند است، مردی که عموما از خدا نمیترسد و حتی خواهرهایی که میگویند اگر من درباره خدا گپ زدم بعضیش حقارت میکند، بعضیش حقارت میکند که تو کی هستی، تو این هستی، تو اون هستی، یعنی دین الله را حتی حقارت میکنند. با این گونه مردها زندگی کردن گناه است، به خاطر الله نباید صبر کرد. عکس، یعنی با این گونه مردها نباید به خاطر الله صبر کرد. اما پس چی کار کنیم؟ هر مردی که عرق نوش است از او طلب طلاق کنیم، هر مردی که زناگر است از او طلب طلاق کنیم. عزیزان اینجا ما دو نماد انسان ها داریم در مسئله مرتکب گناه. انسان های هستند که گناه میکنند و پشیمانند، میگویند چی کار کنم که من از همین گناه دست کشم. گناه میکنند اما از گفت آنها، یعنی از لحن سخن آنها، از رفتار آنها، از چشمان پر از غم و اندوه آنها، از چهرهشان که ملامت خودی دیده می شود، یعنی خود رو همیشه مذمت و ملامت می کنند، شما می فهمید که این انسان پشیمان است از اینکه به نفس خود زور آمده نمی تواند یا بالای شیطان نمی تواند غالب آید، این دست به گناه می زند. این گونه انسان‌هایی هستند که گناه میکنند، توبه میکنند یا گناه میکنند و هرگز به گناه خود راضی نیستند. به گردن میگیرند که ضعیفی ایمان من است، ضعیفی شخصیتی من است که من نمیتوانم از همین گناه دست کشم. البته هرگز از این انسان‌ها طلاق نگیرید و نگوید که من با تو زندگی نمیکنم، برای آنکه این انسان از انسان‌هایی هست که او به زودی توبه میکند، یا اینکه الکی توبه کردگی هست اما چون ایمان ضعیف دارد شاید دوباره به گناه برگردد. یعنی این گونه مردها، این گونه زنها هم هستند. برای همین حتی در صفت انسان‌های تقوادار الله میگوید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نفرانی هستند مؤمنان حقیقی وقتی به نفس خود ظلم کردن، وقتی انسان گناه میکند یکم به نفس خود ظلم میکند، چون الله غنی متعال است، گناهی تو به الله هیچ ضرری ندارد، ضرر فقط به خودت برمیگردد. الله میگوید آنهایی که وقتی به نفس خود ظلم کردن یا اینکه مرتکب فاحشه گناهی کبیره شدن، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، در حال الله را یاد میکنند و به گناههای خود طلب استغفار میکنند و گناههای خود طلب استغفار میکنند. و من یغفر الذنوب الا الله، در دوامش الله مژده میدهد که بجز الله کی گناههای شما رو میبخشد. وقتی گناه کردید و توبه کردید، ذکر الله کردید، پشیمانی کردید، الله گناه شما رو میبخشد. یعنی هر زنی که شوهر دارد که در یکی از مسئله ها در حتی مرتکب گناه کبیره است، اما زن میداند که این مرد پشیمان است، نمیخواهد به همین گناه دست زند، از او طلب طلاق نکنید. این انسانی هست که همیشه توبه میکند و پشیمان است و انشاءالله که یک روز کاملا دست میکشد. اما مردهایی هستند که چه خیلی گفتم اصرار میکنن، یعنی پافشاری میکنن که من با همین گناه زندگی میکنم، خواستی همین گناه هم نخواستی رو. با این گناه مرد نباید زندگی کرد، برای آنکه اینجا گناهایی هست که زن یا فرزندان خواه و نخواه به آن عادت میکنن،
خواه و ناخواه به اون عادت میکنن و بعضی گناه ها چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند جزایش در دنیا هست، جزایش در دنیا هست، علل خصوص زناگری، علل خصوص زناگری که پیامبر میگویند هم در دنیا هم در آخرت جزایش رو میبینید. و الله میگوید واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از عذاب الله بترسید، از عذاب هایی که فقط انسان به بالای انسان های گناهکار نمی آید، به دیگر نفرانی که در همین گناه شریکن یا راضی هستند بالای آنها هم می آید. اینجا خواهرانی که لطکوب می شوند میگویند مست شد آمد و مرا اینقدر زد که حتی دست و پایم را شکست، یا فرزندم را بوغی کرد و زد، یا اینکه از خانه دزدی کرد و رفت و مثلا به دیگر گناه ها مشغول شد، من چی کار کنم؟ طلاق گیرم گناهگار میشوم. کی میگوید طلاق گیری گناهگار میشوی؟ زندگی کردی با این گناه، مرد گناه است برای اون که این مرد سبب میشود که بلا بالای بلا آید، این مرد سبب میشود که فرزندان تو گناه را دیگر چیزی عادی دانند، این مرد سبب میشود که مردم با گناهی پدرش فرزندش را بشناسند که فلانی فرزند فلان بدبخت است. یعنی هرگز به خاطر خدا نباید به یک مرد بدبختی که غرق گناهی کبیره هست و او توبه کردنی نیست، او توبه کردنی نیست، با او زندگی کرد. اما چه خیلی گفتم انسان هایی که گناه میکنند و توبه میکنند و آثار پشیمانی و توبه در سخن آنها، در چشم های پر از پشیمانی آنها دیده میشود، میتوانیم با آنها زندگی کنیم و به خاطر الله صبر کنیم که انسان از ضعیفیش نمیتواند از گناه دست کشد. و چیزی دیگر، چیزی مسخره و خنده آور این است که بعضی خواهرها میگویند اگر من نماز خوانم، همون شوهری که خودش مرتکب گناه کبیره است میگوید من راضی نیستم، من راضی نیستم وقتی که تو نماز میخونی، من راضی نیستم تو اگر مثل کمپیرها لباس پوشی، یعنی سطر اسلامی رو در نظر دارن، من راضی نیستم اگر نصفه های شب تو نماز خونی. آیا من گناهگار میشوم؟ پیش از آن مردها انسان حیران میماند به این گونه زن، یعنی به این گونه عقلی که مردی که اصلا نماز نمیخواند رضاگی او برای کی در کار است؟ در نزد کی رضاگی او یگان نقش دارد؟ او که تو که خودت یگان ذره از الله نمیترسی، حیاتت آلوده گناه است، تو چی است؟ تو رضاگی تو چی است؟ مرد نمازخوان، مرد خدا ترس، مردی که تا میتواند کوشش میکند حلال زندگی کند، انا او اگر گفت من از تو راضی نیستم، زن باید خیلی بترسد که من چی کار کردم که او راضی نیست. او هم اگر به خاطر نفس خود راضی نیستم گفت که الله خودش از این باخبر است، اما او به خاطر اینکه تو گناه داری من راضی نیستم گفت. در اینجا باید جدا نگاه کرد که در این مسئله انشاءالله کدام وقت رضاگی مرد در حقیقت سبب داخل زن به جنت می شود و کدام وقت هیچ یگان اثر به زن نمیگذارد. صحبت دیگر هم داشته باشیم. پس خواهرانی که میگوید مردی من نماز نمیخواند و میگوید من راضی نیستم تو داخل جنت نمیشوی، به خود آید. مردی که خود یک قدم هم برای رضاگی الله قدم نمیزند، او چی است تو رضاگی او چی است تو داخل شدن شما به جنت چی است؟ یعنی اینجا زنک باید بداند که مرد چرا این را گفته ایستاده است، برای نفس خودش یا برای اذیت دادن یا در حقیقت برای آن که زن مرتکب گناهی است که از این الله هم راضی نیست، بنده های الله هم راضی نیست. پس این بود صحبت کوتاهی من همراه شما و باز هم به خواهرانی که زندگی دارند با مردهایی که مرتکب گناهی کبیره علنی یعنی بر و آشکارا دارند گفتنی هستم که خواهرانی عزیز عمر خیلی کوتاه است. ما به دنیا آمدیم نه اینکه اذیت کشیم. یک مرد گناهگار بدبختی که عموما نه از الله میترسد نه از مردم خجالت میکشد، لطکوب او را، طعنه او را، گناههای او را تحمل کنیم. ما آمدیم بندگی الله را کنیم و هر کسی که بندگی الله را در حقیقت درست انجام میدهد سعادت دنیا و آخرت نصیب او می شود. اما اینکه نه من همیشه در خدمت یک عرق نوش هستم، من در خدمت یک مرد فاحش و یا گفتم زیناگری هستم که تمام شبها کجا می رود چیکار میکند تعیین نیست، روزش من باید خدمت او رو کنم. من در خدمت یک مردی هستم که با قمار درآمد میکند و بجز قمار بازی کار دیگری ندارد. من در خدمت مردی هستم که بجز زدن و کفتن و حقارت کردن و ویران کردن کار دیگری نمیکند. شما در خدمت یک شیطان هستید. یعنی این گونه زنها در خدمت یک شیطانی هستند که در روی زمین راه می رود و خود را باید از اسارت این گونه ببخشید مردها نجات داد، آن هم به خاطر الله.
اون هم به خاطر الله. چون بعضا یعنی ظلم اینقدر اوج میگیرد که زن همین گونه مردش رو دوست میدارد، همین گونه یک بدبخت رو دوست میدارد و میگوید نه من دوستش میدارم. به خاطر الله از این گونه انسانی که دشمن الله هست انسان باید زندگیش رو جدا کند و یقین بدانید رزق شما به دست این مرد نیست، رزق شما به دست این مرد نیست. این به توحید ربوبیت داخل می شود. وقتی یک انسان گمان میکند که از شوهرش جدا شد گرسنه میماند، یعنی در اینجا گویا که رزاق خود رو خدای خود رزاق خود رو شوهر دیده ایستاده است. هر زنی که میگوید نه این مرد اگر بر علا در گناههای کبیره مثل عرق نوشی و قماربازی و زناگری باشد هم قطعی زندگی میکنم، آخر کی مرا میخوراند؟ خدای تو این مرد است، رزاق تو این مرد است. این پروردگار است که رزاق است، این پروردگار است که رزق ما به دست او هست. کسی رو خواهد رزق میدهد، کسی رو خواهد رزق میدهد یا کمتر میدهد. رزق به دست الله هست. یعنی نباید این اعتقادی که انسان رو به شرک میبرد که گویا که من از او جدا شدم گرسنه میمونم در قلب زنهای مسلمان باشد. برای اون که این وعده پروردگار است که نحن نرزقکم و ایهم، این ما هستیم که هم خود شما را رزق میدهیم هم فرزندان شما را. این بود صحبت کوتاه امروزه من همراه شما را به الله میسپارم. السلام علیکم.